شنیدید که میگویند قوت در باغ صبر میروید. این حکمت واقعا جان دارد. شاید امروز تو تلاش میکنی ولی نتیجه آن را نمیبینی. شاید رنج میبری ولی کسی قدرت را نمیفهمد و یا نادیدت میگیرد. شاید خسته ای ولی دلی تو هنوز دنبال هدف و آرزوها است. اما در یاد داشته باش که برگی توت به متاع اطلس در یک شب عوض نمی شود. صبر لازم است، وقت لازم است، اعتماد لازم است. مگسی که درونی برگی توت پنهان است، آرام آرام تور می بافد. نه شکست می خورد نه شکوه می کند. تنها منتظر رسیدن وقت خیش است. تو هم این گونه باش. تلاش کن، صبر نما، انتظار باش. زیرا روزی تو هم خواهد رسید. روزی است که دنیا میفهمد از برگی ظاهرا ساده شاهکارها آفریده می شود. در پس صبر و طاقت طلا نهان است. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.